باحال‌ترین ادیت روز تولد. دوربین رو گذاشتم رو سپایه و رکورد رو زدم. شمع اصلی تولدم که 37 بود رو گذاشتم رو کیک و فوتش کردم. بعدش یه تعداد شمع دیگه هم دونه دونه گذاشتم رو کیک و روشنش کردم از 37 تا 27. ویدیو رو تو کپکات باز کردم. تیکه اول با شمع 37 رو با اسپریت جدا کردم، رفتم یکم جلوتر تا به شمع 36 برسم. چند ثانیه‌اش رو جدا کردم و اضافی‌های قبلش رو هم پاک. این کارو واسه همه شمع‌ها انجام دادم. از هر شمعی که روشن کردم یه چند ثانیه‌اش رو انتخاب کردم. بقیه‌اش هم ریختم. رفتم سراغ شمع 36. از اون پایین اوورلی رو زدم و طولش رو تا 0.2 ثانیه کوتاه کردم. آوردم گذاشتمش درست قبل لحظه فوت کردن شمع 37. باقی شمع‌ها رو هم همینطور. همشون رو اوورلی کردم و زمانشون رو به اندازه 0.2 ثانیه رسوندم و پشت سر هم چیدمشون. شمع 27 رو کلیک کردم، از ابزارهای پایین ماسک و بعد سرکل اندازش کوچیک کردم و گذاشتمش روی شمع. این ماسک کردن رو هم واسه همه ویدیوهایی که اوورلی شده بودن انجام دادم. خروجی گرفتم. نتیجه رو ببینید، بهم بگید از 1 تا 10 چند میدید به این ادیت.